اگر حجاب به ضرر ما بود پروردگار ایره امر نمیکرد و بعد از اینکه پروردگار امر کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم همسرانش نمیگفت حجاب کنی. وقتی حجاب آیه حجاب نازل شد پاکترین زنان در پاکترین شرایط از پاکترین مردان حجاب کردند. بانوی ما مادر ما عایشه رضی الله تعالی عنها از بهترین مردان مانند عمر، ابوبکر و عثمان رضی الله عنهم اجمعین حجاب کردند. پس در شرایط امروزی که فساد به اوج خود رسیده از هر طرف زن مسلمان مورد حمله قرار میگیره، عقیدش مورد حمله قرار میگیره، ایمانش مورد حمله قرار میگیره و حجابش مورد حمله قرار میگیره. پس چرا در این شرایط ما حجاب نکنیم؟ وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره میکنه که من احا سنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شهید، وقتی کسی که سنتی مرا در زمان فساد امتم زنده میکنه ثوابی